آقا راننده تاکسی کدوم خطوط هستی؟ من فازسه سرندشه. الان از کدوم جاده داشتی تردد میکردی؟ من همون فازسه، خیابان فازسه. واسه کجا؟ فازسه اندشه، فازسه مالش. مالکه بابا. بریم. قربان اسم این خیابونی که داری درش تردد میکنی چی هست؟ این دکتر حسابه. دکتر حسابه. آقا اسم این خیابون چیه؟ من دکتر حسابه واقع در فازسه مالش. چه مشکلاتی داره از نظر روکش آسفالت؟ همش مشکل خودتون میبینید. همش مشکل خودتون میبینید. این مشکلاتی که وجود داره برای رانندگانی مثل شما که توی این خط زیاد تردد میکنید باعث چه خطراتی میشه؟ باعث تصادفات، همه تصادفات. باعث همه تصادفات، باعث همین چاله چولاست. همه چاله چولا باعث تصادف میشه. متشکرم. شما رو برای چی دستگیر کردن؟ به خاطر چند روز با این آقام و چند روز من نگه داشته. بعد رفتم یه آقا. چند سالتونه شما؟ من 15. از خونه فرار کردی؟ بله. چرا؟ مامانم اینا خیلی اذیتم میکردن. دیگه مجبور شدم فرار کنم. چرا با این آقا دستگیرتون کردن؟ این آقا به خاطر مزاحمم میشد و من یه شب توی مغازش نگه داشت. شما رو دزدیده بود؟ بله، منو به جرم آدمربایی دزدیده بود و گفته بود اگه سرسا کنی خفتت میکنم. منم شما دفعه چندمه که دستگیرت دارن میکنن؟ دفعه دومه. دفعه پیش چرا دستگیرت کردن؟ اون دیگه با یه آقا پسر منو گرفتم. شما هر دفعه با یه آقا پسر میگیرن؟ نه، اون واسه دعوا ما رو گرفته بودن، دعوا کرده بودیم. شما میدونی که پروندهتون توی آگاهی ثبت میشه و اگر دروغ بگی ممکنه که جرمت سنگین‌تر بشه، میدونی اینو؟ بله. دیگه علت فرار از خونه‌تو نگفتی؟ من میگم تقریبا با اونم اینا دعوامون شد. بعد گفتم هر کس دعواش بشه با مادرش بعد فرار کنه از خونه؟ نه. بچه کجایی؟ شما از کجا فرار کردی؟ خونه‌تون کجاست؟ ما خونمون ماهدشته، اصلیتمون مشهدیم. چرا تو پارک شمران دستگیر شدی؟ اینجا با دوستم قرار داشتیم، اسمش مریمه. بعد دیگه اون نیومد سر قرار. شما از خونه فرار میکنی با دوستتون قرار میذاری؟ ما قرار بود بریم سر کار، کارخونه کار میکنم. خب شما خانواده‌ات از این موضوع خبر دارن؟ شما کجایی؟ نه. فکر نمی‌کنی نگران شده باشن؟ چرا نگران میشم ولی کم، به اون زیادی. مادر دیگه نه. از اینکه الان دستگیرت کردن و شما فرار کردی پشیمون نیستی؟ بله. چرا؟ مرسی. خب اون آقایی که با شما دستگیر کردن اون چه رابطه با شما داشت؟ او چی زیدم بودش. دوستتون بود؟ بله. خب شما مگه نمیگی که اینی که من دستگیرم کردن منو دزدیده بود؟ چرا؟ تقریبا زیدم. موقع پنه میگفت زیدتم اینا. زید یعنی چی؟ یعنی دوستتم اینا، دوستت دارم ایناست. فکر نمی‌کنی 15 سالگی اصلا صحبتی جایی برای این صحبت نباشه و شما سنت کمه، بعد الان درس بخونی و موقع امتحان هاست؟ چرا؟ ولی دیگه درس ادامه من ندادم. تا کلاس دوم کنم دیگه نخوندم. کجا نگرت داشتی شما رو؟ ما رو داخل همین قیلون سر نگه داشته بود. کجا؟ قیلون سر پایینی. یعنی که توی مغازه نگه داشته بود؟ بله. اونجا خودش کار میکرد؟ بله. چند روز الان شما نگه داشتید؟ معلوم یه شبه. یه شب نگهش رو داخل مغازش. شبا چیکار میکردین تو مغازه؟ دیگه هیچی، منو لخ کرد اینا و گفت اگه با کسی صحبت کنیم خفتت اینا میکنم. از وقتی که از خونتون فرار کردی همینجا هستی؟ من نه، یه شب خونه دوستم بودم. دوستت نگفتش که چرا خونه خودتون نمیری؟ نه، اونم اسم فراریه دیگه. همین. اگه باشم آب اونجور از اون آباست که حالا مزه‌ش هم حالا خودتون میدونید چه مزه‌ای میتونه داشته باشه. چند وقتی که شما جا مشکل کم‌آبی روبروی؟ آب خیلی وقتی نیستی، همیشه بیابم من. چرا اینجوریه؟ نمیدونم، من که به قول مهندس نیستم پسرم. من که نمیدونم به قول آب کجا کم میاد کجا زیاد میاد. منم خونم میبینم آب نداره. الان تو تابستون که هوا گرمه میخوای چیکار کنی؟ چیکار کنم؟ شباب خواب نداره برای آب. یه ذره جمع کنم تانگر
روزا مصرف میکنه. میدونید که این کم آبی میتونه مریضی ایجاد کنه؟ نمیدونم، من که میگم که چی بگم. این کم آبی چه مشکلاتی برای شما ایجاد کرد؟ مرضی پیش میاد دیگه. تو چیکار کنیم؟ نه آب داریم نه چیکار کنیم؟ ما چیکار میکنی بدون آب؟ شب آب جمع میکنیم دیگه. کجا؟ تو اونجا پر میکنیم اونجا میذاریم. چیکار؟ جایی رفتین این مشکل رو عنوان کنی؟ اونجا آبروسازی رفتن. میگه دارن درست میکنیم. والا ده ها آب کسی و آب میخوای بخوری آب نمیتونی بخوری، آب شیرین نیست. آب یه جایی که بوی لجن میده خدا شایده. ما شب آب جمع میکنیم، روز استفاده این روز استفاده کنیم، شب آب جمع کنیم میدونن روز استفاده کنیم. خود شما چه درخواستی دارید؟ من درخواست آب دارم. من درخواست آب دارم. من فقط درخواست آب دارم. من نمیتونم یه زن 70 سال ما نگهش میداریم، اعمال قانون میکنیم و متوقفش میکنیم، میخوابونیم و مجازاتش میکنیم. برق هم یه مقداری حقیقتا اگر برق رو به قول عامیانه دزدی و به قول تعدادی برق امام رو استفاده نکنن هم بگید برق غیر مجاز. حیفه که صحبتتون حذف بشه. آقا شما رو به چه جرمی دستگیر کردن؟ به جرم تجاوز. دختری که شما آورده بودینش در مغازه خودتون از کجا آشنا بودین باش؟ من آشناییتی ندارم، فقط یکی دو بار جلوی مغازم رد شده و به اونم توضیح دادم. من میگه که دوباره جلوی مغازه رد شده. خودش میگه که با من دوست بودش. خودش میگه من اصلا 2 روز اومده تو پارک، تو 2 روزم فقط 2 بار دیدمش. میگه که 2 روز منو داخل مغازه خودش نگه داشته. اصلا همچین حرفی نبوده. شما رو کجا دستگیرتون کردن؟ من الان تو مغازه سر کارم بودم، منو برداشتن آوردن دیگه. خانم چند سال ساکن این محله است؟ من 12 سال اینجا. 12 سال همسایه یک کانالی بودید که جز اذیت و آزار براتون چیزی نداشته. به کجا مراجعه کردید؟ شهرداری اینا پاییز اومده میدن این بلنسبت گلاب صورتون این سوسکا در اومدن، رفتیم بهداشت شهرداری هر جا رفتیم گفتن به ما مربوط نیم، اومدن دیدن گفتن سم میدیم خودتون بزنین. بعد من یه نفرم اینا همه میشناسم، بچه‌ام پیشم نی، خدا شاهده 3 ساعت 4 تا همین دیوار راه میرفتم با جارو همجور میکشتم، مثلا دیگه پا افتاده بیدم این سوسکا همجور رجه میبستن میبردن تو خونه. موش بلنسبت شما خیلی این بوش اذیت میکنه، تابستون که میشه گلاب صورتتون آب چیز دیگه توالت دیگه خیلی اذیت میکنن. بعد جوابگو نیستن، اینا الان گاز ندارن تلفن ندارن. الان توی تابستون من میخوام وقتی هوا گرم هست با توجه به بویی که مطمئنا شدیدتر از الان خواهد شد کولر میتونید روشن کنید؟ کولر که من ندارم ولی بوش خیلی اذیت میکنه. شبا آب اسید مقدمه میقاتش میشه، آب کارخونه‌اش خیلی بو میده. بعد تلفن الان اینا ندارن، دیوار من سلاح کرده تلفن آورده، گاز ندارم. بعد خیلی اذیت میکنه اینجا، اصلا محلش خیلی اصلا مخلوقه است. متشکرم، مرسی. آقای نور حاجی آقا چند سال ساکن اینجا هستید؟ 34 سال. 34 ساله؟ 24 سال ساکن اینجا هستید. و چند ساله که با این دشواری دارید زندگی میکنید؟ دشواره؟ خیلی هم جای خوبی. الان خوبه اینجا؟ یکی دشواره نداره اینجا، خیلی هم عالی. یک بشر از اون روز که من آمدم اینجا نشستم تا حالا یه دونه چوب میبرداشت نبود هیچ کاری هم کسی با من نداره. منم هیچ بشر کاری ندارم. الان خونه های شما تو طرح نیست؟ نگفتن خراب میکنیم خونه هاتونو؟ شما خراب میکنی؟ شهرداری من نفته خونه ها خراب میکنه. شهرداری چیه؟ اصلا چیه؟ اونو به من نشان بده الان. من نمیدونم، هر کدومش به من نشان بده اول. چیه جناب عالی؟ حاج آقا چه صحبتی با مسئولین دارید؟ خب یه مگر نمیگی رئیس شهرداری با اومده؟ من که شهرداری نیستم حاج آقا. و چیه؟ من اومدم مشکل شما رو بپرسم. مشکل ندارم من. مرسی. متشکرم. یکی این، دوم این که ما خودمون به ماموران اسرائیلی میخندیم میگیم که اینا کمونیستن. بس چرا شهرداری منطقه 18 اجازه میده ماموراش بدون مجوز وارد خونه مردم بشن که چی شده لوله طرف تراشیده میخواد درست کنه؟ آقا بفرمایید که علت این که شما سرتون زخم شده چیه؟
این واسه کار کردن روز داشتیم کار میکردیم کلا خود سرمون شکسته. کی زده کلنگو؟ خودم زدم تو سر خودم شکسته. یه لحظه گوش. آقا بفرمایید که بفرمایید که علت این که سر شما زخم شده چیه؟ والا ما تو خونه نشسته بودیم بعد شهرداری از اون ور اومدش در زدش اومدیم بیرون سریع اسپری زدن چشمون رو باتون زدن سرمون شکست. چرا این کار کرد؟ به خاطر اینکه می‌خواستن بگیرن خونه رو خراب کنن در زدن بچه‌ها رو آوردن بیرون ما اومدیم مثلا جلوشون بگیریم با باتون زدن سرمون شکست. آب برامون میاد ولی خب اصلا آب نمیبینیم ما 3 نصف شب بلندش اینقدر پمپ میش بزنی تا آب برات بیاد. ممنونم. مرسی. تقریبا باید پرداخت کنه دیگه بخواد تفکیک بشه باید 1 میلیون خورده تقریبا پرداخت بشه. خب شما پرداخت کردین؟ یه لحظه برو عقب وایس ببینم. نه چیزی نیستش. ولی نره که دیگه یه چیز عادی دیگه. برو. بفرمایید که ما الان در کدوم نقطه از استان تهران هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده 18 سال تو خرمدشت ساکنم. الان یه لحظه قطع کن. آقا متوجه تو پرسیدم نه اسم تو پرسیدم نگو من بگو به نام خدا. بریم. من خدمت بفرمایید که ما الان در کدوم نقطه از استان تهران هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا خرم. مشکلی که با شهرداری اداره گاز دارن چیه؟ اداره گاز میگه شهردار ما رو نمیذاره. که شما فکر میکنید که این همه مشکلات اینجا مسببش چه کسیه و مسئول رسیدگیش کیه؟ با سلام به رهبر انقلاب و سلام به شهدا. مسبب اینجا مسجد 2 جلسه نماینده محترم اینجا کرد جناب سردار آجرلو. اینجا چقدر جمعیت داره؟ اینجا الان حوالی 45,000 نفر جمعیت داره. جناب سردار جلالی یا خانم آجرلو الان 4 سال اینا انتخاب شدن یه بار تشریف نیاوردن اینجا، اما زمان انتخاباتشون همه این سولاخ چیز میکنن میگردن. اما متاسفانه خب شما الان بفرمایید که باید کی مشکل شما رو حل کنه و چه درخواستی از مسئولین هم دارین؟ من از مسئولین محترم عاجزانه درخواست دارم به این ملت هیچ فرق نمیکنه. ما هم برادر کوچیک اینا هستیم، اینا هم خواهرای اونا هستن. به قول یه پیرمرد پدرونه. برای چی؟ برای گاز. خب الان شما به چه شکل خوراکتون رو آماده میکنید؟ خوراکمون خب شیر که میاد سرکله میشکنن برای یه دونه شیر بخوام بگیرن. اونا گاز که خب شما میگی خوراک گاز چی نیست. ما گاز الان کپسول باید بسازیم. غذا چطوری میپزین شما؟ اونا دیگه نه. بریم آقا همون. خانم بفرمایید که این لوله کشی گاز، لوله کشی آب و مال مخابرات نخوابیده.